بافت سواحلی یا شنی یک بافت بسیار جذاب و زیبا هست که مناسب دیوار تیری. قبل از اینکه این بافت رو اجرا کنیم اول لازمه که دکو پرایمر رو به سطح دیوارمون بزنیم و دقت کنیم که همه قسمت های سطحمون دکو پرایمر بخوره و هیچ قسمتی باقی نمونه، چون اگر یه قسمتی دکو پرایمر نخوره این بافتمون بهش نمیچسبه و کارمون رو خراب کنه. اما نکته دوم که باید بهش توجه داشته باشیم این که چون متریالمون پای آب هست زود خشک میشه، باید زود این کار رو انجام بده و یه قسمتی از کار رو انجام نده و قسمتی که بذاره مکل کنه به بعد. و اینکه متریال سواحلی دونه‌های ریز کوارتز داره که با حرکت قلمو به صورت مورب یه جاهایی رو اون شنا رو نگه می‌داره و یه جاهایی رو پرداختش میکنه به سطح صاف. این باعث میشه که کارمون زیباتر دیده بشه.